ناوی یزدان دلوان ریبرو سرور ما برز جناب سرود بارزانی برز جگری سرود قایق مسرور بارزانی اندامن مکتب سیاسی کمیته نواندی برپرسن بشو لقکان دیپلمات کاران نونرانی ولاتان آماده بوانی برز آفرتانی سربرز زور بخیر بهن بو یکمین کنفرانسی آفرتانی کردستان لام روانگوه داوا لبرز قایق مسرور بارزانی دکین وک چون پیشتر ام در فتای با آفرتان رخصاندوه لکابینه داهاتو فراوانتر وک پلانک استراتژی بخاطر برنامه کاری خوی آماده بوانی برز لیره دا پیامکی تایبتیم با آفرتان هیا که هاوره و هوالو هاوخباتی منن آفرد خالکی بهیزه نکلاواز باوری که تواوتان بخوتان هبید پیوسته توانکانی خومن به بردوامی پراپی بدین پیوسته لام قوننویه دا که جیهان لگورانکاری خیرادایه ایمه آفرتانی کردستان گرنگی به پرورده هزرو توانکانی خومن بدین به گوتاره که اقلانی و لوژیکیه و برگیری کاری سرسختی موفقان من بینو واز بینین لگوتاری خوب قربانی نشاندان دبیت همیشه لیاد مانده بید آفرتی کرد ناسرا و با آزایتی و چاونترسی بو اوی سرکوتو بین پیوسته خومان بین برنگ و دنگ و ذهنیتی آفرت سیاست بگین لکوتایی دا دلم آفرتی کردستان دتوانی شانازی بخویه و بکاد سایکولوژی شانازی لناخی خوی دا لناخی اوانی تر دا درست بکد بشانازی و وستاوین بشانازی و دپیوین بشانازی و دنگ ماندگهین همه دنیا و برگکانی کنفرانس دکین ببرهم رو لسروک و رابری کردستان دکین دلین جنابی سروک بابو براو کسمانی بتوانکان من داهاتو بنیاد دنین پاسیکی به پایان بو برای جنابی سروک بارزانی که بردوام پالپشتی دوزی آفرتان بوه سپاسی جگیرانی سروک برای قایق نچیروان بارزانی برای قایق مسرور بارزانی دکن که لماوی سروک حکومت بون گرنگی به بجداری راستقینه آفرتان و همار بجاری راستقینه آفرتانو هماری یا سایباری کسیتی انداوه سپاس جگیری سروک برای قایق مسرور بارزانی دکن که وک همیشه یارمتی در و پالپش بو و ارکی دارایی کنفرانس لأستوی جنابیان بو سپاس بو حوالانم آفرتانی کمیته نواندی کمان دونن آسانه کاریان کرد بو سرخستینی ام کنفرانسه